خوش اومدی. ممنون داداش. تو چیکار می‌کنی؟ کفشمو در میارم که بیام تو. نمیخواد با هم کفشت بیا تو. لیلا غذا آماده است. نگفته بودی خواهر داری؟ ندارم لیلا مامانم. کجا؟ مامانت صدات غذا آماده است. ولش کن هر موقع دوست داشته باشی میریم بازی تو کن. خورش کرفس من دوست ندارم. بیا غذا سفارش بدیم. تو خونه خودت انتخاب می‌کنی چی بخوری؟ آره. چرا اینجا نشستی؟ نشستم که غذا بخوریم دیگه. بعد بریم تو اتاق بخور. مگه مامانت میذاره تو اتاق غذا بخوری؟ آره چرا نذاره؟ من دیگه سیر شوام نمیخوام. ولی غذات مونده باید تا بخوری. نه.